ها توی آینده قراره این شکلی باشن. اینجا قاتل ها توی چند دقیقه بعد از زندانی شدن آزاد میشن. کاگنیفا یک مرکز طراحی شده برای درمان مجرم ها مثل بیمار هاست. اینطوریه که زندانیا به جای گذروندن سالها توی یه سلول واقعی میتونن حکم خودشون رو توی چند دقیقه به پایان برسونن. حالا چطوری؟ این مرکز با کاشت تراشه توی مغز خاطرات مصنوعی رو به طور مستقیم توی مغز ایجاد میکنه. این خاطرات کاملا متناسب با زمان واقعی و تولید شده توسط هوش مصنوعی هستند. هر زندانی با توجه به جرمی که انجام داده خاطرات متفاوتی دریافت میکنه. این خاطرات جوری توی مغزمون قرار میگیرن که از ناهماهنگی شناختی جلوگیری میکنن و اطمینان حاصل پیدا میکنن که مجرم این خاطرات رو به عنوان خاطرات واقعی تجربه میکنه. تمرکز این مرکز روی بهبود و توانبخشی مجرمان به جای تنبیه و مجازاته. یعنی مجرما رو به جای مجازات یه جورایی درمان میکنن تا دیگه اون رفتار بد و انجام